بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. الله رو بسی شاکریم که خداوند متعال این فرصت رو در اختیارمون قرار داد تا در فضای رمضان بنده الله باشیم. فضای رمضان اون فضایی هست که فضای سفره کرم الهی گسترده میشه. در فضای رمضان توی بنده هستی و کرم الله متعال بندگانش رو در این فضای رمضان یک بار دیگر از سر نو میخواد اینها در رحم رمضان ساخته بشن. انسان مؤمن در فضای دین یک انسان انقلابی است. دین اومد چه کار کرد؟ دین میاد توی انسان رو از سر نو میسازه. توی انسان ساخته میشی با تمام تصورات جدید. یعنی توی انسان میایی از سر نو، خودت شکل و قیافت شکل میگیره. دین میاد شکل و قیافه تو رو جهت‌دهی میکنه. موهات چطور باشه، سبیلات چطور باشه، محاسنت چطور باشه، رفتارت چطور باشه، گفتارت چطور باشه، برات حد و مرزهای رفتاری قرار میده، حد و مرزهای گفتاری قوانین میذاره. قوانین برای چه هست؟ برای اینی که تو آزاده باشی، تو با خیال راحت حرکت بکنی، تو بدونی که حد و مرزهایی داره. قوانین برای دست و پا بستن تو نیست. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت او لیصمت. کسی که ایمان داره به الله و روز قیامت باید خیر بگه. قولوا للناس حسنا. به مردم، به جامعه فقط خوبی بگید. بار خوب به جامعه تزریق بکنید. پس این دین وقتی قانون میذاره به خاطر چه هست؟ به خاطر رشد تو، به خاطر رشد انسان، به خاطر رشد جامعه. قوانینی که دین میگذاره عینه همون قوانین راهنما رانندگی است. شما اگر در شهری که در اون قوانین راهنما رانندگی نباشه، در اون شهر چراغ راهنما نباشه، در اون شهر جای مرور عابر پیاده نباشه، در اون شهر پل هوایی نباشه که عابر پیاده رد بشه از اتوبان، در اون شهر راه رفت و برگشت خیابونها مشخص نباشه، در اون شهر شما نمیتونید رانندگی بکنید. با وحشت حرکت میکنید. هر لحظه امکان داره کسی بپیچه به جلوت، کسی بیاد بزنه، سرعتت، همه اینا بیلگام هست. جامعه بیلگام، جامعه بیقانون، جامعه جنگل هست. جامعه است که در اون ویرانی است، نابودی است، آزادی نیست. به نام آزادی آقا ما آزادیم، ما هیچ قوانینی نداریم، آقا هر چه دلت بخواد بکن. به نام آزادی جامعه برده میشه، حس آزادی جامعه سر میشه. اما وقتی که قانون گذاشتیم، آقا رفتن از این وره، پیچیدن از این وره، سرعت اینجا باید اینقدر باشه، سرعت زیاد داری این وره خط بیا، سرعتت کمه این وره خط بیا، بارت سنگین اینجا، بارت سبک اینجا، موتورسیکلت از اینجا، دوچرخه از اینجا، عابر پیاده از اینجا. چراغ راهنما داریم، یه وقتی که قرمز شد وایسا، وقتی که سبز شد برو، فلکه کی اول بیاد بیرون کی داخل بره. همه اینا وقتی قانونمند شد شما آزادانه میتونید حرکت بکنید. دقیقاً در فضای دین چنین هست. دین میاد که شما را آزاد بکنه.
واسه اینی که شما آزاد بشید، برده چشمهای مردم، برده هوا و هوس مردم اینا نشید، میاد برات قانون میذاره، قانونهایی که تو رو رشد میده، قانونهایی که تو رو به مرحله تعالی میرسونه. این قوانین رو دین میذاره تا تو رشد بکنی در تمام فضاهای زندگی. دین میاد رابطت رو با همسرت جهت‌دهی میکنه و رابطه صمیمی که تار و پود تو رو میدوزه، اون رابطه ای هست که معیارش دین باشه. اگر نوح بودی و پسرت وفق این رابطه نیومد، انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، اون از بچه توی نوح نیست، نطفه توست در رحم مادرش که زن تو باشه، این ساخته شده، اما از تو نیست، چون که معیار دینی تو، هویت تو اون متفاوته. اگر فاطمه دختر من هم دزدی بکنه دستشو قطع میکنم. قوانین همه رو در بر میگیره، حتی اگر دخت پیامبر باشه. پس این دین میاد در همه ابعاد زندگی تو، تمام ابعاد زندگی تو رو جهت‌دهی میکنه. با کی چطور رفتار کنی، چطور بخوری، چطور نخوری. رمضان اومد به ما گفت آقا تویی که فکر میکردی یا 11 ماه زندگی تو رو در یک مغلطه قرار داد که من خودم هستم، این رزق و روزی مال منه، نه، تو بنده الله هستی، رزق و روزی رو الله بهت داده. الان رمضان میاد این تو رو یادآوری میکنه، ای بنده الله، این رزق و روزی از جانب الله است. وقتی الله گفت بخور میتونی بخوری. وقتی که امام در نماز صبح گفت الله اکبر، ای مردمان وقت سحری تموم شد، الله اکبر به شما دستور میده که آقا وایسا، حق نداری بخوری، گفتی چشم. بعد از اون همون لقمه ای که تو دستت بود میخواستی بخوری، همون آبی که میخوای بنوشی رو میذاری سر. طول این روز گرسنگی، تشنگی همه رو تحمل میکنی تا وقتی که مغرب میشه میگه الله اکبر، ای مؤمنان، ای مطیعان الله، الله اکبر به شما اجازه میده که از رزق و روزی که به شما داده و در اختیار شما قرار داده میل بفرمایید، بشینید روی سفره الهی. تو هم خوشحال میایی افطار میکنی، بعدش الله رو شکر میکنی، الحمدلله الذی اطعمنا هذا، شکر الله میکنی. چرا؟ میدونی که این از جانب الله اومد. این اومد تمام زندگی تو رو برنامه ریزی کرد. چرا؟ چون که الله تو رو چی میخواد؟ بنده الله. الله تو رو میخواد کونو ربانیین، شما ربانی باشید. ای انسان مؤمن، شما ربانی هستید. یعنی چی؟ یعنی نسبت شما به رب هست. همونطوری که کسی رو در نسبت میدیم، نسبت یعنی چی؟ میگیم آقا این تهرانی هست، نسبتش به تهرانه. این کابلی هست، نسبتش به کابله. خداوند تو رو میخواد ربانی. ربانی یعنی چی؟ یعنی نسبت تو به الله باشه. سبحان الذی اسری بعبده. بزرگترین افتخار پیامبر این بود که خداوند اون رو به خودش نسبت داد، گفت بنده من.
نسبت پیامبر به الله که گفت آقا خداوند متعال بنده اش این بنده اش نسبت خانه خدا چرا این همه ارزش داره؟ ما وقتی میریم به خانه خدا، به کعبه، نه به این ساختمان ها توجه میکنیم، نه به این زرق و برقا، همه چشم ها دوخته به چی؟ به کعبه. چرا؟ مگه کعبه چیش زیباتره؟ چیزی نه، زیباییش در شکل و شمایلش نیست، در نسبتش به الله هست. خانه خدا، این نسبت. الله ما رو میخواد چی؟ ربانی. رب اون صفت، هر آنچه که از جانب الله برای من بنده اومده اون صفات رب هست. روزی از جانب الله، صحت از جانب الله، زندگی از جانب الله، این همه خلقت الهی از جانب الله مسخر شده برای من از جانب الله. اینها ویژگی های ربه. من چیم؟ من ربانیم. کونو ربانیین، بشوید ربانی. ربانی یعنی چی؟ یعنی نسبتت به رب باشه، مال الله باشه، مال رب باشه. ربانی یعنی در شکل و قیافت ربانی. ربانی رو ما از کجا میشناسیم؟ یعنی یه فرد رو شما چطور میدونید که مثلا این پزشکه، این افغانی هست، ایرانی هست، این آقا کمونیست هست، این آقا بوذی هست؟ از شکل و شمایلش، از رفتارش، از گفتارش، از باورهاش، هویتش رو ما میشناسیم. الله به من و شما میگه آقا بنده من کونو ربانیین، بنده الله باشه. حالا که بنده الله شدم باید شکل و شمایلم وفق اون دستورالعمل الهی باشه، گفتارم کردارم مثل اون دستورالعمل الهی باشه. میبینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به من و شما میگه لیس منا، از ما مسلمون ها نیست اون کسی که سیبیلش رو مرتب نمیکنه، سیبیلای گلفت و گنده گذاشته، لیس منا، از ما نیست. یعنی اگر شکل و شمایلش وفق اون شکل و شمایل و دیزاینی که ما میخوایم نباشه، از ما نیست. لیس منا من بات شبعان و جاره جائع، کسی که با شکم سیر میخوابه همسایه شکمش غرغر میکنه، گرسنه است، این از ما نیست. یعنی عدم احتمام به دیگران و به همسایه و اینا نرسیدن از ما بیرونت میکنه. کسی رفتارت مثل رفتار ما نیست، روابطت با ما مسلمون ها نیست، از ما نیست. پیامبر میگه که من بیزارم از اون مسلمونی که در بین مشرکان زندگی میکنه، از ما نیست. اونی که میره در بین مشرکان، اگه از ماست بیاد پیش ما زندگی میکنه. آقا پیش شما سختی داره، پیش شما فقره، پیش شما نمیدم، پس خلاص ما همینیم، میخوای با ما باش، از ما باشی، بیا اینجا، سختی ها رو با ما تحمل کن، با هم جامعه رو میسازیم. اما نه، تو به خاطر امنیت بهتر، به خاطر امکانات بهتر، به خاطر کمالیات بهتر، به خاطر دنیا و زرق و برقش رفتی اونجا زندگی میکنی. چی میشه؟ از اونا رنگ میگیری. خودت نگرفتی، بچه هات رنگ میگیرن، بچه هات رو تونستی نگهداری، نوهات میرن. پس تو از ما نیستی، برو با هر کسی میخوای. روز قیامت من با کیم؟ انک مع من احببت،
با کسی که دوستش داری. اگر ربانی باید دوستیت با ما باشه، عشق و علاقت با ما باشه تا با هم بریم اونجا. تویی که ربانی دیگه تو قومی نیستی. اگر اومدی گفتی من ایرانیم، من تاجیکم، من افغانیم، من تهرانیم، من کابلیم، من بدخشانیم، چون که من نسبتم به این کشور، به این خاک، به این قومه، من فارسیم، من پشتوام، من ازبکم، من بلوچم، من کردیم، این نسبت، چون که من این نسبت رو دارم، پس من از دماغ فیل افتادم، من از دیگران بهترم. برای خودت وهمهای افضلیت میتراشی، چون که از این قومی، از این خاکی، از این قبیله‌ای، از این ملتی. پس تو ربانی نیستی. آقا این کمونیسته، این بوزیه، این سرمایه‌داریه، این نمیدونم دموکراسیه، این لیبرالیه، این. پس تو از ما مسلمانان نیستی، ربانی نیستی. همینی که برای خودت ویژگی خاصی تراشیدی که اون ویژگی در فضای ربانی بودن، در فضای بنده الله بودن نمی گنجه، تو ربانی نیستی. حالا اگر بخوایم ربانی رو بفهمیم که من بنده چه وقت میتونم ربانی بشم، خداوند متعال به من و تو میگه که آقا ربانی کسیه که به مرحله‌ای رسیده که هوا و هوسش، خواستهاش وفق اون خواسته الهی باشه. تو چی میخوایی؟ من اونی رو میخوایم که توی الله برام انتخاب کنی. تو چیزای چیه فلان و فلان رو دوست داشتی، اگه الله بخواد من دوستش دارم، اگر الله نخواد نمیخوامش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. این ربانی یکی از مهمترین ویژگی های صفات ربانی، اختیارش اختیار الهی است. چه زن باشه چه مرد باشه، اگر الله و رسولش یک امری رو دادن، یک حکمی رو صادر کردن، یک قانونی رو گذاشتن، من بنده اختیاری از خودم ندارم. اختیارم قانون الله، اختیارم اون چیزی که پیامبر گفت. پیامبر میگه زینب تو رو میخوایم ازدواج بدیم به زید. چشم، زید هر کی میخواد باشه، اون که من مؤمن تابع دستور الله است. در مسائل شخصی خودم اهله، در مسائل شخصی خودم، در همه چیز. الان قانون الله اینو میگه آقا حرام، این چیزا حرامه، نمیدونم، من خواهش خودم رو میزنم زیر پام. آقا تازه فهمیدم شراب حرامه، تازه فهمیدم سیگار حرامه، تازه فهمیدم غیبت حرامه، تازه فهمیدم که آقا مسخره کردن و شکلک در آوردن حرامه. اینو میذارم زیر پام. دلم میخواد، اما دلم خواسته دلم، خواهش دلم رو میذارم زیر پام. من اختیارم اختیار الهی است. این یکی از ویژگی‌های چه است؟ انسان‌های ربانی. هر آنچه خدا بخواد من اونم. یکی دیگه از ویژگی‌های انسان ربانی اینه که غیر از خدا رو نمیبینه. توکلش بر الله است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه.
من خدا رو دارم چه غم دارم، توکل میکنم بر الله چه غم دارم، تمام هم و غمم الله است. انی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. راه راستی که خداوند متعال برای من گذاشته اینه که توکلم، اعتمادم، تکیهگاه هم الله باشه. آقا تو که میگی تکیهگاه و توکلت بر الله هست، میدونی که با کی در افتادی؟ با ناتو، با آمریکا، با عزیز من، این باها برای من هیچ چشم من پوچه، هیچه. چرا؟ چون که توکل من بر الله هست و من میدونم اینا همه خلقت الله هست، اختیارشون دست الله است. اگر خدا بخواد رعب و وحشت رو تو دل اینا میندازه. سلطان ایوب یکی از سلاطین مصر بود. وقتی که راه رو کج میرفت، یه امامی بود فقیر نادار، عز ابن عبدالسلام، اصلا اهل مصر هم نبود، اهل شام بود، در اونجا مسافر بود، یعنی قبیله و حشم و کسی نداشت که پادشاه ازش حساب ببره. می اومد میگفت ای پادشاه، این کاری که میکنی خلاف دستور قرآن هست، خلاف گفته های فرموده های رسول الله هست، حق نداری چنین بکنی. پادشاه میگفت ببخشید من نمیدونستم، کسی به من نگفته بود. کسای دیگه اونجا بودن، علمای دیگه بودن، جرأت نمیکردن. پادشاه کاری میخواست میگشتن که جایی به دلیل و برهانی براش بتراشن که بگن کار درسته اگر ازشون پرسی. این علمای گردن کلفت مصر به عز ابن عبدالسلام میگفتن تو این جرأت رو از کجا میاری؟ میگفت من الله رو، عظمت الله رو وقتی میبینم، این پادشاه جلوی من مثل گربه میمونه، یعنی هیبتی نداره، چون که هیبت الله، من در شعاع هیبت الله قرار میگیرم، در عظمت الله این کوچیک میشه. انسان ربانی اینه. انسان ربانی وقتی میگن آقا تو با آمریکا در میفتی، آمریکا F-16 داره، میگه این F-16 های آمریکا زیر عرش رحمان حرکت میکنه یا بالای عرش رحمان؟ طبیعیه دیگه، زیر عرش رحمان. میگه اونی که بالای عرش است با ماست. میگن آقا آمریکا گفته تار و مارتون رو ویرانتون میکنیم. میگه آقا خداوند به ما مژده پیروزی داره، و من نصر الا من عند الله، پیروزی از جانب الله است. ان تنصر الله ینصرکم، اگر در خط الله را برید، ربانی باشید، خداوند به شما پیروزی میده. آمریکا به ما تهدید شکست داده، آمریکا تهدید کرده که میشکنمتون، الله مژده داده که پیروزتون میکنم. حالا ببینیم حرف کی میاد. یعنی پیروزی از ماست. این انسان ربانی است. و من یتوکل علی الله، کسی که توکلش بر الله باشه از دشمن بیم نداره. چرا؟ و کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. ما ربانیم، بیا با یاری الله ما با وجود کم بودن و ناچیز بودن و ناتوان بودن بر دشمن پیروز میشه. ربانی غیر از الله رو نمیبینه. اگر نیازی به چیزی داره، دستان نیایش به سوی الله. ربانی اینه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی من و تو رو تربیت میکنه به ربانی بودن، ببین چی میگه. به من و تو میگه احفظ الله یحفظ، خدا رو حفظش کن، خدا تو رو حفظ میکن. قوانین الله رو حفظ کن،
اجراشون بکن، پای بند باش بشون، دینت رو حفظ بکن، مرامت رو حفظ بکن، خداوند تو رو حفظ میکنه. احفظ الله تجده تجاهک. الله رو حفظ بکن، اون رو جلوی روت میبینی. هر وقت تو ربانی شدی میبینی الله راه رو برات باز میکنه، میری. و من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی که متقی باشه، ربانی باشه، خداوند متعال گره ها رو باز میکنه روش، صدها رو از جلوی روش بر میداره. هر چه مشکل داشته باشه مخرجی براش پیدا میشه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. از اونجایی که اصلا تو گمانش نبود، به فکرش نمی اومد، اصلا عقلش قد نمیداد، از اونجا بهش روزی میده. استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین. استغفار الله میکنی یعنی چی؟ یعنی توی ربانی هی برمیگردی به سوی الله، هر لغزشی شد برمیگردی به سوی الله، هر جا رفتی میدونی غیر از چتر الهی امان نداری، هی برمیگردی به سوی الله. خداوند متعال غفاره. استغفروا ربکم انه کان غفارا. خداوند از تو میده، در میگذره. بعدش چی؟ ابواب و دروازه های رزق و روزی رو از آسمون برات باز میکنه. یرسل السماء علیکم مدرارا. مدرار، هی پی در پی، هی روزی میاد واسط، هی روزی میاد واسط، هی روزی میاد واسط. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین. ثروت ها و فرزندان و عزت و کرامت رو الله متعال براتون میبارونه. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. روزی از آسمون میاد. من توی ربانی تلاش میکنی، اما روزی با تلاش تو ربطی نداره. تو تلاش میکنی برای به دست آوردن روزی. چرا؟ چون که این تلاش امر الهی است، چون که این تلاش وظیفه توست، اما این تلاش با روزی تو ربطی نداره. هاجر تلاش میکرد برای یافتن آب. کجا میگشت؟ بین این کوه و اون کوه، اینجا نگاه کن، اونجا نگاه کن. روزی اومد، آب اومد. از کجا اومد؟ از زیر پای بچه. چه ربطی به آب این تلاش من داشت؟ نه، تلاش رو تو میکنی، روزی رو الله. ای بنده مؤمن، احفظ الله یحفظ، احفظ الله تجده تجاهک. حواست باشه. اذا سألت فاسأل الله. سوالت، خواهشت، تمنات از کی باشه؟ از الله، فقط الله. سوال میکنی، چیزی میخوای، از الله میخوای، از بنده نمیخوای. چون که سوالت از بنده باعث ذلت و خواری تو میشه، تو رو خرد میکنه. از کسی چیزی پرسیدی تو چشش میافتی. اما اگر از الله بپرسی، از مردم بپرسی ازت عصبانی میشن، از الله نپرسی ازت عصبانی میشه. تو بنده ای، پس از الله بخواه هر آنچه میخوای. اذا سألت فاسأل الله. اگر چیزی میخوای فقط از الله بخواه. از بزرگترین آرزوها و عزت و کرامت و پادشاهی و مقام تا کوچکترین نیازها، اینو از الله. شفات رو از الله بخواه. بیماری لا علاجه، شفات رو از الله بخواه. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. کیه که
تویی که مجبور شدی همه دنیا برود گره ها رو بست، هیچ راه نجاتی نداری. عزیز من، تویی که شدی یونس علیه السلام، افتادی توی شکم نهنگ، این نهنگه در قعر اقیانوس، احتمال نجات میلیارد زیر صفر، امکان نداره. همه دنیا به هم بریزه نمیتونی تو رو از اونجا نجات بدن. اما یجیب المضطر، این انسان مضطره، همه دنیا به روش گره شد، حالا دعا میکنه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس نگو خدای منو نجاتم بده، خدای بار من از اینجا نجات بده، خدای بار الهتون. چی گفت؟ گفت لا اله الا انت، الله تویی، غیر از تو اللهی نیست. سبحانک، تو پاک و منزهی از هر فراموشی، از هر بی احتمامی، از هر. انی کنت من الظالمین، من اینجام به خاطر اینی که من ظلم کردم، من لغزش کردم، من اشتباه کردم. فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما لبیک گفتیم به حاجت و نیاز این بنده ما که هیچ راه نجاتی براش نبود. فاستجبنا له و نجیناه من الغم، از اون غم و هم و پریشانی و دربدری و از اون نجاتش دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین. عزیز من، این فقط به خاطر این نبود که یونس پیامبره، نه 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 نه. یونس رو نجات دادیم که از مؤمنان هست، تو هم مؤمنی. تو هم اگر مثل یونس افتادی تو این گره، تنها راهت بازگشت به سوی الله هست. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پس چه باش؟ ربانی باش. اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. اگر کمک میخواستی، نیازمند این بودی که از کسی طلب مساعده و کمک بکنی که نگهت داره، کنارت باشه، استعانتت، خواهشت از الله باشه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. فقط و فقط و فقط تو ای الله تو را عبادت میکنیم و فقط و فقط و فقط از تو طلب عون و مساعدت و همراهی و همکاری میخوایم. ایاک نعبد و ایاک نستعین و این استعنت فاستعین. و بدون ای بنده من، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله. اگر تمام دنیا جمع بشن که به تو ای بنده من یک کمکی بکنن، تو رو از یک بلایی نجات بدن، تو رو از یک مشکلی نجات بدن، نمیتونن این کارو بکنن مگر اون چیزی که من در تقدیر گذاشتم که انجام بشه. اونا فقط سبب میشن تا اون تقدیر الهی به اجرا در بیاد. اگر اونا سبب نشدن چی؟ تقدیر الهی به اجرا در میره. پس بدون که این از جانب الله است. اینا وظیفه خودشون انجام دادن. و اگر همه امت جمع بشه که به تو یک ضرری برسونن، نمیتونن مگر اینی که اون ضرر در تقدیر الله باشه. اگر در تقدیر الله نبود، تمام تلاش اینها برباد. تمام امت جمع شد، هیزم جمع کردن، کوره آتشپزی رو درست کردن، کوره آتشی که نمیتونستن نزدیک بشن خودشون،
مجبور شدن ابراهیم رو از مسیر دور با منجنیق بفرستن تا بسوزه. همه امت جمع شدن برای اینی که ضرر برسونن به ابراهیم، بسوزنش. اما در تقدیر الله چنین نبود. چه اتفاق افتاد؟ اون چیزی که تقدیر الله بود، یا نار کونی بردن و سلاما علی. آتیشی که کارش سوختنه، به امر الله کارش سوختنه. به دستور الله ای آتیش من، تو بستر امن و امان باش برای ابراهیم. آی آتیش، خصلت سوزاندنت باشه برای دیگران، برای ابراهیم نسوزون. هر یکی از این مردم نمیتونست از باف این آتش، از گرمای این آتش نزدیک بشه. نزدیک میشد جزغاله میشد. ابراهیم تو همین آتش بود. به دستور الله خصلت آتش همچنان باقی بود، فقط برای ابراهیم این خصلت باطل شد. آتش گرمایشی همه رو در بر میسوخت، داشت هیزوما رو میسوزون. کسی جرأت نمیکرد از گرمای آتش نزدیک بشه. برای ابراهیم همین بخاری سوزان شده بود کولر. برای ابراهیم تنها. چرا؟ دستور الله است. اینه چیزی که خارج از تصور است، بدون که پس همه چیز از جانب الله است. توی انسان ربانی باید همیشه رابطت با الله باشه، رابطه دعا، رابطه مناجات، رابطه خواستنها، تمنا، همه چیز. دعا در دین ما چی شد؟ مخ عبادت. عبادت رو ببینی بشکنیش، مخش رو، مغزش رو در بیاری، میگه دعاست. یعنی مهمترین چیز در دین عبادت. رمضان فضای دعاست. آیات قرآن کریم میاد سخن از رمضان میگه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این روزه مال شما نیست. روزه حکم الهی است برای تمام بشر. قبل از شما هم روزه میگرفتن، به خاطر اینی که خودشون رو تزکیه میکنن. بعد از آیات روزه و رمضان، و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت داعی اذا دعان. بعد از روزه رمضان، شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن، ماه رمضان که اینقدر مهم است که قرآن در پرتوی اون نازل شده، در اون زمان نازل شده و این رمضان شده رمضان. اگر بندگان من از تو پرسیدند، و اذا سألک عبادی عنی، بندگان وقتی از تو پیامبر میپرسن، من نزدیکم، فإنی قریب. بین من و بنده هیچ حجابی، هیچ سدی، هیچ فاصله‌ای وجود نداره. بنده میپرسه، حرفش پیش من. بنده تمنا میکنه، تمناش پیش من. بنده مناجات میکنه، دعا میکنه، خواستش رو مطرح میکنه، خواستش پیش من. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اون کسانی که دعا میکنن، من دعاشون رو میپذیرم، جواب میدم. در نیمه های شب تو دعا میکنی، مردم خوابند. خداوند متعال به فرشتگاش میگه ببینی مردم خوابند، بنده من میدونه که غیر از من کسی رو نداره، اومده دروازه رحمت منو میزنه.
کجاست اون کسی که استغفار میکنه تا ببخشمش؟ کجاست بنده من که خواهش و تمنایی داره تا بهش بدم؟ و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. بنده ربانی الهی ویژگی دیگه داره. ویژگی بنده الهی اینه که معیت الله رو حسش میکنه. و هو معکم اینما کنتم. الله با شماست، هر جا که باشید الله با شماست، هر جا که باشید الله هواتون رو داره. و هو معکم، الله با شماست، اینما کنتم، هر جایی که باشید الله با شماست. احساس به همراهی الله، احساس به معیت اللهی، یعنی بنده الله همیشه الله رو حس میکنه. موسی علیه السلام با بنی اسرائیل رسیدند لب دریا. این بر دریاست، میفتن تو دریا غرق میشن. طعمه نهنگ های گرسنه. این بر ارتش فرعون هست با شمشیرها و نیزه های تشنه به خونشون. بنی اسرائیل وحشت کردن، انا لمدرکون، ما بدبخت شدیم، الان ما رو میگیرن، دیگه پارمون میکنن، کرکزان و وحشی و لاشخورا ما رو میخورن. کلا ان معی ربی سیهدین. حس، بنده ربانی معیت الله رو حس میکنه. نه، الله با منه. پیامبر و یار غارش ابوبکر رسیدن زیر غار، پناه آوردن، دشمن رسیده اونجا. بین اینی که دشمن پیامبر رو ببینه فقط 20 سانتی سرش رو بیاره پایین، اونا رو زیر سنگ دیده. ابوبکر دلهوره داره که نکنه که اینجا دشمن ما رو دستگیر بکنه، پیامبر رو آزار اذیت بدن، شهیدش بکنه. پیامبر به ابوبکر میگه لا تحزن ان الله معنا اذ یقول لصاحبه. وقتی که به دوستش، به عزیزش گفت لا تحزن ان الله معنا، پریشان نشو عزیز من، دلهوره واسه چی؟ الله با ماست. این ویژگی بنده ربانی است. بنده ربانی حس میکنه معیت الله رو، همراهی الله رو حس میکنه. بنده ربانی ویژگی دیگه داره و اون این است که تابع فرمان الهی است. اطیع الله و اطیع الرسول. اطاعت بیچون و چرا. اطاعت یعنی چی؟ بندگی چیه؟ اطاعت یعنی چی؟ یعنی چشم و گوش بسته پیرو دستور عمل الله. توی دنیا کسی نیست که من بدون چون و چرا حرفش رو قبول بکنم، وفق دستورالعملش حرکت بکنم، مگر الله و رسولش. این شیوه بنده الهی است. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا. این شرع الله هست. اقیموا الدین. دین یعنی چی؟ یعنی قانون، یعنی دستور. وفق دستور الله من میرم. این شرع الله است. قانون الله اینه. قانون برای شما گذاشته شده که وفق دستورالعمل الهی حرکت کنید. شریعت تو اینه. یعنی من چه کار میکنم؟ هر آنچه الله گفته حرام حرام، حلال حلال، جایز و ناجایز الله برام مشخص میکنه. این کارو بکن، این کارو نکن. هر آنچه الله گفت انجام میدم.
حتی اگر بر علیه خودم باشه، حتی اگر بر علیه خودم باشه. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اگر من با کسی دشمنی دارم، ازش متنفرم، میخوام سایه‌شو با تیر بزنم، وایسا، حق نداری. قانون الله بر این است که باید عدل بکنی، حق حاکمه، عدل بکنی با هر کس، هر جا، هر موقعیتی که شد. چشم، لبیک یا رب. ولو علی انفسکم و الوالدین. حتی اگر این قانون، اجرای حکم الله اگر به ضرر من، به ضرر پدر و مادرم باشه، به ضرر خویشاوندام، فرزندام، بله، من با قانون الله هستم. این انسان مؤمن هست. خب ای مؤمن، چیزایی هست که خداوند قانون براش نگذاشت، اونا رو چی کار میکنی؟ اونها اگر از چیزایی هست که خداوند اجازه داده، من براش عمل میکنم. خداوند متعال یه قوانین رو اجازه داده. ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. یه چیزایی هست که خداوند متعال اجازه نداده براش قانون بذارید، قانون الله گذاشته. قانون اینی که من با کافر چرا رفتار بکنم، الله گذاشته. قانون حلال و حرام رو الله گذاشته. قانون اینی که حکم در جامعه حکومت الله باشه، الله گذاشته. اجرای حدود الهی الله گذاشته. عدالت الله گذاشته. در اینها اگر زمین و زمان جمع بشن قانونی بذارن که این قانون وفق قوانین الله نیست، با قوانین قرآن و سنت در تضاد هست، میذارمش زیر پام. این جاهلیته. آقا این قانون دولت، سازمان ملل، قانون جهانی است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این سران دولت، این پارلمان، این حکومت، این سازمان ملل، این جهان، همه مخلوق الله هستند. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این قانونی که گذاشتن، قانون همجنسگرایی، قانون بی‌حجابی، قانون بی‌دینی، قانون ذوبان هویتی، قانون مخالف با قانون دین من. قانون رباتون مخالف با قانون دین من. اینو من زیر پا میذارم. همه دنیا بر علیه تو قیام خواهند کرد. من دنیا رو نمیبینم، من عظمت الله رو میبینم. میترسی میکشنت. و ما قدر الله حق قدره. اینایی که میترسن، میلرزند، وحشت کردن، اینها عظمت الله رو ندیدن. من عظمت الله رو حس میکنم. تمام این دنیا پیش من ارزشی نداره در مقابل عظمت الله. آقا یک قوانینی هست گذاشتن، قوانین راهنما رانندگی، قوانین نظافت، پزشکی، قوانین ساختمان سازی، قوانینی که شهرداری میذاره، قوانینی که وزارت‌های مختلف میذارن برای مرتب کردن زندگی. اینا از اون شریعت و از اون قوانین که الله اجازه داده. این قوانین اگر با قوانین الله و رسولش هیچ گونه تضادی نداشته باشه، من روی اینا عمل میکنم. عمل نمی کنم چون که این قانون شهرداریه، چون اینکه این قانون پلیس و راهنما رانندگیه. عمل میکنم چون که الله اجازه داده در این زمینه قانون گذاشته بشه و این قانونی که گذاشته شده مخالفتی با قوانین الله و رسولش نداره، در نتیجه من اجراش میکنم به عنوان اینی که اجازه الهی است. این ویژگی دیگه از ویژگی بندگان ربانی است. یه ویژگی دیگه که ربانی ها دارن اینه که تمام خط و مشی زندگیشون رضایت الله است. هدفشون وابتغوا رضوان الله،
همیشه و همیشه و هدف فقط چیه؟ رسیدن به رضایت الله متعال. این قانون الله است. من چی کار میکنم؟ قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا و من اتبعنی. پیامبر من به اینا بگو این راه منه، من با بصیرت و حکمت دعوت میدم، این کار منه، این راه منه، مسیر منه و اونایی که با منن. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه. این راه راسته که میرسونه به رضایت الله، و این راه حرکت کنی. چشم، من تمام هم مغمم رسیدن به رضایت الله هست. دعام همینه، اهدنا الصراط المستقیم. خدای اون راه راستی که مستقیم به رضایت تو میرسونه اون رو ما رو اون راه رو خط قرار بده. یه خطه رسیدن به رضایت الله. من بندم، تو اللهی، تو ربی، من ربانیم. من به سوی تو میام، تمام هم مغمم دستورالعمل تو رو اجرا میکنم، عبادت هم رو اجرا میکنم و در عبادت هم نوافل رو اجرا میکنم، اجرا تا برسم به چی؟ به رضایت تو، به محبت تو. و خداوند متعال وقتی که من به محبتش برسم، خداوند چیکار میکنه؟ به جبریل میگه بندم فلانی بچه فلانی رو من دوستش دارم، دوستش داشتم. جبریل منو دوست خواهد داشت. جبریل به اهل آسمون میگه ای اهل آسمون، خداوند فلانی بنده فلانی رو دوستش داره، دوستش داشته باشید. تمام فرشتگان و ارواح انبیا و هر کی تو آسمون ها هست منو دوست خواهند داشت. فرشته‌ای به اهل زمین میگه ای اهل زمین، خداوند این بنده فلانی فرزند فلانی ربانیه، خدا دوستش داره، دوستش داشته باشید. اینه که انسان ربانی محبتش تو دلاست، همه دوستش دارن. انسان ربانی ریموتش دست الله هست. فکنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و یده التي یبطش بها و رجله التي یمشی بها. ریموتش دست الله. خداوند انسان ربانی رو طوری جهت دهیش میکنه که چشش فقط اون چیزی رو میبینه که خدا میخواد، گوشش تنها اون چیزی رو میشنوه که خدا میخواد، دستش، پاش، جسمش، اعضاش در همون معیاری حرکت میکنن که الله میخواد. محبتش برای خداست. با کسی دوستی میکنه فقط برای خدا. فلان من اینی احبک فی‌الله، فلانی من تو رو دوست دارم واسه الله. فلانی نه، این مجرم کافر ظالم من دوستش ندارم، طاغوت دوستش ندارم. من ربانیم، فقط ربانی ها رو دوست دارم. من قومگرایی رو دوست ندارم. من نمیدونم کشور پرستی رو، میهم پرستان رو دوست ندارم. من کمونیستا و لیبرالا و دموکراسی خواهان و فلان رو دوست ندارم. من ربانیم، فقط اونهایی رو دوست دارم که الله میخواد. محبت من، عشق من با اوناست. و انسان ربانی هم اون انسانی است که هیچ وقت کسی رو در مقام الهی قرار نمیده، با الله شرک نمیبره. اگر کاری میکنه فقط و فقط برای الله است. هر حرکتش مال الله است. روزه میگیره برای این نیست که مردم بگن روزه دار است. جهاد میکنه نه که مردم بگن شجاع دلیره. فلان کار رو میکنه به خاطر شهرت نیست، به خاطر مال و منال نیست، به خاطر نام و نشان نیست، به خاطر خودنمایی نیست، فقط و فقط به خاطر الله. در مکتب روزه این خصلت انسان ربانی ساخته میشه. پیامبر به ما میگه که خداوند گفته که کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی. همه اعمال هایی که انسان میکنه مال خودش، براش اجر و پاداش گذاشتیم مگر روزه. این برای منه و اجر و پاداشش پیش منه.
این مدرسه ای هست که انسان ربانی تربیت میشه توش. انسان ربانی چه کار میکنه؟ انسان ربانی اون انسانی هست که هدفش فقط و فقط الله هست. علما میگن الا الصوم فانه لی، مگر روزه چون که برای منه. برای من یعنی اینی که فقط و فقط معیارش هدفش رسیدن به رضایت منه. اینه که قرآن ما رو برای این تربیت میکنه، دیدن الله. اعبد الله کانک تراه، خدا رو عبادت کن انگار که داری میبینیش. تو ربانی، هدفت فقط و فقط رضایت الله هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. تقوات با الله 100%، فقط و فقط الله. اینه که الله قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. همین سوره کوچیک بزرگترین سوره قرآنه. چرا؟ چون که الله رو میشناسی در فضای سوره اخلاص و فقط هدفت الله هست. این قرآن هست که ما رو تربیت میکنه بر ربانی بودن و این ماه رمضان هست که مکتب ربانی ساختنه. از این فرصت استفاده کنیم و بشیم بنده ربانی الله.